افزایش بارندگی ها نه تنها زمین های زراعتی را احیا کرده بلکه لبخند رضایت را نیز بر چهره دیاقین جوزجان به میان آورده است. لبخندی که نوید بخش فصل پربار و امید بخش برای سکتور زراعت می باشد. شماری از دیاقین جوزجان می گویند که این بارندگی ها نقش حیاتی در بهبود رطوبت خاک، تقویت منابع آبی و رشد بهتر محصولات زراعتی داشته است. به گفته آنان با فراهم شدن آب کافی میزان کشت در مقایسه با سالهای گذشته افزایش یافته و امیدواری ها نسبت به حاصل دهی بهتر محصولات نیز بیشتر شده است. امسال که خوشحال هستیم، خیلی انشالله خوشحال هستیم که منتظر هستیم این باران باریده راست، این دیده راست، خودتان هم که 2 بار 3 بار بباره ما خوشحال بشیم. اما کشتکار گرفته میتونم. پارسال 40 سر گندم کاشیده بودیم اما نتونستیم یک چیزم بگیریم. این دیاقین از آغاز کشت انواع غلجات، سبزیجات و نباتات موسمی خبر داده و تاکید میکنند که در صورت تداوم وضعیت کنونی سال خوبی از نگاه تولیدات زراعتی در پیش خواهند داشت. این سال مهربانی خدای نه تا بارش است دیگه. هم برادر ایوان سیر هستم ما مردم بسیار راضی هستیم دیگه که یک چیزی شوه دیگران که یک چیزی نشوه خود دیگه دیگران بدبخت نشه دیگه. در همین حال مسئولان در ریاست زراعت، آبیاری و مالداری جوزجان میگویند که در مقایسه با سال گذشته مقدار بارندگی تا اکنون در ولایت جوزجان بیشتر از 180 میلیمتر به ثبت رسیده است و این بارندگی ها تا حدود 80% نگرانی‌های دیاقین را از خشکسالی برطرف نموده است. با توجه به باریدن باران‌های کافی در موقع مناسب ریاست زراعت پیش‌بینی می‌کند که حاصلات گندم للمی افزایش چشمگیر خواهد نمود و نیز علبچرها رشد نموده در بعض حاصلات باعث احیای دوباره علبچرها می‌گردد. همچنان در بعض مناطق آب‌های باران جذب شده و باعث احیای منابع آبی نیز می‌گردد. پس از بارش‌های قابل ملاحظه در هفته‌های اخیر زمین‌های خشک و کم حاصل جان تازه به خود گرفته و شرایط برای فعالیت‌های کشت زراعتی مساعدتر گردیده و این بارندگی‌ها امید و خرسندی را برای یک سال پرحاصل در میان دیاقین به وجود آورده است. حیات الله حیدری، ملی نیوز، جوزجان.